سلام، من نسترنم، 25 سالمه. تقریبا 3 ماه پیش خانم دکتر بشارتی زاده بینیمو عمل کردم. من بینیم یه مقدار نوک بینیم انحراف داشت به سمت چپ و یه کمی هم افتادگی شدید داشت که رفع شده. حالا خدا رو شکر. تو این دوره نقاهت بینی که اصلا دوره نقاهت نداشتم. من واقعا یه عمل کاملا ساده بود برام که اصلا نه دردی داشتم، فقط یه مقدار کلافگی خیلی خیلی کم بود که خب میگم اینقدر جزئی بود که اصلا الان به چشمم نمیاد که بخوام بگم مثلا دوره نقاهت داشتم. خیلی ساده بود برام. من خب حدود 4-5 سال پیش خانم دکتر رو از طریق اینستاگرام باشون آشنا شدم. بعد کارشون رو دنبال می‌کردم، هی می‌خواستم بیام پیششون جراحی بینی انجام بدم. هی شک داشتم که انجام مثلا بدم جراحی بینی ندم چیکار کنم و اینا، چون یه ذره حساسیت هم داشتم روی این موضوع. بعد خیلی اتفاقی یکی از دوستامو دیدم که دستیار اتاق عمل خانم بشارتی زاده هستن. تو لایوایی که میذاشتن دوستامو دیدم که اونجا دستیار بیهوشی اتاق عملشون هستن. بعد ازش تحقیق کردم که اصلا شک نکن برو عمل کن و منم عمل کردم و خدا رو شکر راضیم. واقعا ازتون ممنونم و ان شاءالله که همیشه توان داشته باشین و بتونین بیشتر از این به مردم خدمت کنین.